فرض کن یه روز در خونه‌ای باز میشه و پشت اون در ساکت ترین چیزی که میتونی تصور کنی منتظرته، سکوت مرگ، و یه جسد تمام اعضای خانواده رو پیدا میکنی. با دقت چیده شده، با حوله‌های تمیز رو بشون. پدر خانواده ناپدید شده. همه فکر میکنن مرده، ولی در واقع زنده است. این داستان واقعی جان لیسته. مردی که خانواده‌اش رو کشت و 10 سال بعد تازه فهمیدن هنوز زنده است. در واقع جان لیست با اسم جعلی رابرت کلارک به کلرادو رفته بود. 10 سال مثل یه مرد معمولی زندگی میکرد. همکاراش فکر میکردن مرد فوق‌العاده‌ایه. سال 2000 برنامه America's Most Wanted تصمیم میگیره پرونده جان لیست رو دوباره بررسی کنه. این مدل تو برنامه پخش میشه. فقط چند روز بعد یه زن تماس میگیره و میگه اون مردی که نشون دادین همسایمه. بعد از 10 سال جان لیست بازداشت میشه. در دادگاه جان لیست خونسرد بود. بهش 8 بار حبس ابد دادن تا سال 2003 در زندان موند و همونجا مرد. جان لیست فقط یه قاتل نبود. نماد این بود که چقدر آدم‌ها میتونن چهره‌های مختلف داشته باشن. 10 سال زیر نور خورشید بدون اینکه کسی بفهمه کیه.